حالا ما مدل‌های مختلف خشونت داریم. این نوع خشونت رو خشونت کلامی یا خشونت گفتاری میگن. یعنی هر زمان که شما از زبان، از گفتارتون استفاده کنید به منظور کنترل، تخریب یا تحقیر طرف مقابل، شما از خشونت کلامی استفاده کردید. اما در ایران تندروها نگران از احتمال توافق که از همکنون و پیشاپیش میگویند با کوتاه آمدن ایران ممکن شده است به تکاپو افتاد. تندروها در تلویزیون هم تبلیغاتی به راه انداختند که خیلی ها آن را جنگ طلبانه تلقی خواهند کرد. تندروها جیسون رضاییان را الان بیش از 100 روز است که بدون اینکه اتهامش را روشن کنند در بازداشت دارند. اما مخالفان که اغلب تندرو هستند گوششان بدهکار نبود. ما قضاوت ارزشی نمی‌کنیم، ما وقایع رو اونجوری که هست توضیح میدیم. ولی ما هم مجبوریم بالاخره یک نوعی بخوایم به مخاطبان ما چون کمک بکنیم به درک بهتر واقعیات، یه عنوان‌هایی رو هر چقدر خنثی‌تر استفاده بکنیم.